پروازهای چارتری از شهرهای روسیه به دوشنبه برای بازگردانیدن شهروندان تاجیکستان ادامه خواهند کرد. وزارت کارهای خارجی جدول نوی پروازهای چارتری را نشر نکرده است، اما سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید پروازها تا زمان جای داشتن طلبات به آن ادامه خواهند کرد. پروازهای منتظم از تاجیکستان به روسیه و برعکس از 20 مارت این جانب قطع شدند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو قرار دارد. میرزانبی سلام. مسافران شب 31 اکتبر با ارسال پارچه‌های ویدیو خبر دادند که حدود 200 نفر در فرودگاه دمدیده درماندند. سرنوشت آنها چی شد؟ پروازها ادامه میکنند؟ بله عبدالله، دقیقا همین سوال را من از سفیر پرسیدم. جناب سفیر گفت که با سبب 2 مراتبه، یعنی از 31 اکتبر تا 2 نوامبر پرواز کرده نتوانستن هواپیماهای شرکت سامان ایر، شهروندانی که بلیط داشتند نتوانستند برگردند، زیرا به قول سفیر مشکل فنی یا تکنیکی جای داشته است. به سوال ما که این مشکل تکنیکی چی است پاسخ داده نشد و امام‌الدین ستاری گفت با مسئولان وزارت نقلیات و وزارت خارجه روسیه ملاقات کرده است و آنها گفتند که شرکت هواپیمایی سامان ایر در حمل و نقل شهروندان به ممانعت حضور داشته می توانند و سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید پروازهای چارتری بدون تغییرات ادامه می کنند مثل پیشین و تا زمانی که طلبات به آن وجود دارد. امام‌الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه روز 2 اکتبر به رادیو آزادی گفت پروازهای چارتری 5 مرتبه در یک روز در ماه نوامبر اجرا خواهند شد. تمام شهروندانی که بلیط در دست دارند یا که در نوبت هستند، اونا می توانند به یگان مشکلی به وطن برگردند و این مشکلات 100% حل می شود. در فرودگاه یگان نفر نمی ماند. میرزانبی، اکثر بینندگان درباره کی آغاز شدن پروازهای معمولی میپرسند. در این رابطه خبری هست؟ ببینید عبدالله، دیپلمات‌های تاجیکستان در روسیه میگن حریم هوایی روسیه برای 90% کشورها برای انجام پروازهای معمولی بسته است. به سمت تاجیکستان هم پروازهای معمولی بستند و معلوم نیست کی روسیه حاضر می شود این حریم هوایی خود را بر روی تاجیکستان باز کند. هرچند پروازهای چارتری از سمت روسیه به تاجیکستان ادامه دارند. امام‌الدین ستاری گفت که کشورهایی که عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند با روسیه پروازهای معمولی برقرار کردند، ولی آنها در یک هفته همگی 2 مرتبه پرواز دارند، حال که تاجیکستان در روز 5 پرواز دارد که هرچند هم که چارتری باشند. و یادآور میشوم مقامات روسیه در چند دوره اجازه داد که پروازهای چارتری به تاجیکستان صورت گیرند. بار آخر از 9 تا 31 اکتبر برای بازگشت شهروندان تاجیکستان از روسیه 107 پرواز چارتری یا غیر نقشه‌ای اجازه شده بود. پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از 20 مارت این جانب بنابر پاندمی کرونا ویروس قطع شدند. تشکر برای صحبت. میرزانبی خالقزاد بود که درباره ادامه پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان صحبت میکرد.